بگو به آن بندگان، ای بندگان من، ای آن چه دسته ای از بندگان الله، ای بندگان من که شما در گناه اسراف کرده اید. یعنی گناهتون یک گناه معمولی نبوده، در گناه اسراف کردید. شمایی که در گناه اسراف کردید هم ناامید از رحمت الله نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، چرا که الله سبحانه و تعالی کل گناهان را اگر بخواهد و کسی لایق بخشودگی باشد او میبخشد. بنابراین جای ناامیدی نیست. و این شعر شاعر در واقع باید حلقه بر گوش من و شما باشد و ما همیشه این را به یاد داشته باشیم در کنار فرمایش الله و فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم که شاعر می‌فرماید بازا هر که هستی بازا، گر گبر و یهود و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه ناامیدی نیست. گر انسان هستن که توبه میکنن، یک بار توبه خود را که شکستن ناامید میشن، فکر میکنن که خب دیگه توبه کردن چه معنی داره، من سال قبل توبه کردم باز اشتباهی رو مرتکب شدم. گر 100 بار توبه شکستی بازا، که درگه الله درگه ناامیدی نیست. این مطلب رو بسیار باید ما مد نظر قرار بدیم و اگر نه، اگر غیر از این باشه، اگر ما تدارکات شریعت را و فرمایشات الله و رسول را در این رابطه مد نظر خود قرار ندیم، ما شکار عملیات ابلیس و سربازان ابلیس خواهیم بود. در 2 مرحله اونها می توانند که ما را از دور خارج بکنن. در مرحله اول ما را تشجیع میکنن و شجاعت میدن و جرأت به ما میدن در مقابل الله سبحانه و تعالی به دلائل و علتهای مختلف که ما گناه بکنیم. و در مرحله دوم و عملیات نوع دوم و شماره 2 ما را ناامید میکنن از این که